میخوام برای کافه دنج لوگو طراحی کنم. سبکی که در نظر دارم سبک ترکیبیه، چون هم اسم برند کوتاهه و هم فرم حروفش این پتانسیل رو داره که بتونم با نمادی از فعالیت برند مثل یک فنجون ترکیبش کنم. یه نکته که بخوام در ارتباط با استفاده از نمادها بگم در طراحی، همیشه بهتر نماد رو انتخاب کنیم که هم آشنا باشه و هم ساده برای مخاطب تا بهتر بتونه با طرح ما ارتباط بگیره. خب بریم سراغ طراحی. اول یک فنجون ساده رو میام، فرم کلیش رو میام میکشم، بعد میام جای حروف رو روی اون مشخص میکنم. حرف نون، حرف جیم که به نوعی میتونیم بگیم حرف نقش اصلی رو میاد بازی میکنه و نماد ما رو میسازه، و در آخر حرف دال که میاد دسته این فنجون رو تکمیل میکنه. باز در مورد کارهای ترکیبی همیشه بهتره که در واقع نماد و حروف به شکلی با هم ترکیب بشن، البته با حفظ خوانایی اسم برند که قابل تفکیک شدن نباشه. این باعث میشه که کار ما کاملا اختصاصی طراحی بشه و این هم از نتیجه کار.